سلام علیکم. یه بنده خدایی غذا برای گربه ها میاره میریزه و گربه ها خیلی باهاش رفیقن. وقتی که از خونه میزنه بیرون میاد سمت این درخته، گربه ها نه یکی نه دوتا 20 تا 30 تا گربه میان فقط پیشش. ببین نه دارن اینجا پرسه میزنن گربه ها. الان غذا آورده ریخته اینجا، غذاش همینجاست. یا رون مرغ، گوشت پوست مرغ میاره اینجا، آب میاره و غذا میاره میذاره اینجا. همه گربه ها میان اینجا. ببین جلوی در خونهشون دارن گربه ها همش میرن این ور اون ور. ببین الانش هم اونجا زیر ماشین منتظرم باز زنه بیاد بیرون. بله فقط همینجا هستن، هیچ جا نمیرن. ببین حساب کن این قسمت موشای خیلی بزرگی داره ولی گربه ها اصلا سمت موش نمیره، فقط منتظرن که این بنده خدا غذا بیاره بعد از دست اون غذا بکنه. بله امیدوارم که ببین الان یکیشم اینا اینجاست، نگاه امیدوارم که این ویدیویی که میذارم باب پسندتون باشه و حمایتم بکنید. قربون همه شما هستم، چاکرتونم هستم. ببین اینا همه گربه بچه گربه بودن، همشون بچه بودن، اینجا بزرگ شدن. ببین میگم خب همه اینجا پرسه میزنن منتظر زنه هستن که بیاد بیرون. ببین دیگه یه جوریه که زنه رو میشناسن، از 100 پرسخی قشنگ بوی زنه رو حس میکنن، میرن پیشش، از سر کلش میرن بالا. حالا ایشالله یه بار موقع